کمیته دین و تنظیم عنعنه تاجیکستان نرخ سفر حج فرضی برای سال 2026 را اعلام کرد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین به رادیوی آزادی گفت امسال نرخ سفر حج برای هر زائر 53,000 سومانی مقرر شده است. این مبلغ نظر به سال گذشته 4,000 سومانی کمتر است. ظاهرا پس شدن قرب داده در برابر اسعار ملی سامانه باعث کاهش نرخ سفر حج شده است. در کمیته دین گفتند نرخ سفر حج ماه دکمبر سال گذشته مقرر شده. داوطلبان الکی مبلغ‌های خود را سپاریدند. سالانه از تاجیکستان حدود 5-6 هزار کس برای ادای مناسک حج فرضی به عربستان سعودی می‌روند. در نظر است که امسال زائران تقریبا ماه می به عربستان سعودی سفر کنند. کمیته دینی تاجیکستان به ساکنان هشدار داده است که در موسم حج فرضی بدون روادید حج به عربستان سفر نکنند، چون می توانند بازداشت و جریمه شوند. حج یکی از 5 رکن دین اسلام است و ادای آن برای مسلمانان دارا حتمی می باشد.